7 سری رام کردن زن در وقت همخوابگی. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران. دوستان عزیز، بعضن بسیار نوارها را میبینیم نسبت همخوابگی، نسبت مرد و زن و چگونه باید زن را آماده کرد برای همخوابگی. بسیار نوارها هست، اما هست بعضی شخصانی که در این باره بخبر هستند. خواستیم بر شما معلوماتی پورا دهیم. این برای هم زنها و هم مردها خیلی فایده خوب دارد. چگونه که هست بعضی شخصان برای حسیات خود را آرام کردن مثل حیوانی که به حیوانی میپرد چنین رفتار میکنند. نباید این خیل شود. 7 سری که من از این حال بر شما میگویم، این بر فایده هم مرد و هم زنها هست و شما با این طریق میتوانید که همخوابگی را دور و دراز کنید. یکم، هنگامی که به داخل جوگه شدن باید زن را گرفته با او صحبت های شیرین کرد، محبتانه. بعداً به هر یک صحبت شیرین شما زن نسبت شما رام گشتن میگیرد. دوم، از دستان زن باید گرفت و دستانش را مالش کرد و همیشه سخنهای خوب را نسبت او گفت. سوم، زن را آهسته بر آغوش کشید، زیرا زن آغوش مرد را دوست می‌دارد. اگر زنی که در آغوش شوهر خود داخل شود، او خود را در دنیای دیگر، یعنی در دنیای مهر می‌بیند. چهارم، پیش از همخوابگی کردن باید با زن بوسه کرد، زیرا بوسه حسیات مرد و زن را باز هم قانع‌تر می‌کند و نسبت یکدیگر مهر را باز هم زیادتر می‌کند. پنجم، بعضی معامله هایی که پیش از همخوابگی کرده می شود چنین معامله ها کرد. خودتان خوب فهمیدید که ما چی را در نظر داریم. ششم، زن این زمین شما هست. زن که زمین شما که شد، شما می توانید که از هر توشکه‌ای که شما می خواهید از هر گوشه آمدن گیرید. زیرا فراموش نکنید که وقتی گفتند که زن زمین شما هست، چخیل خواهی استفاده بر، اما تخمدان باید به همان جای خودش گذاشته شود. هفتم، انسان باید از جهت حیوانها فرق داشته باشد. چگونه که بر ما و شما معلوم است، بعضی هست مردانی که شکایت میکنند که ما تا قانع گشتن حسیاتمان با همسران خود خواب میکنیم. بعد از همسران خود را قانع کردن، یعنی خود را از همسر قانع کردن، دیگر به او نظر نمیکنیم. زیرا این سخنها بین جوانها، بین مردهایی که ضعیف هستند چنین جمله ها گذاشته می شود. اما فراموش نکنید که هنگامی که شما همخوابه شدید، هست بعضی شخصانی که حسیات دارند. هنگامی که شما همخوابه شدید، پس از همخوابه شدن چی باید کرد؟ پس از همخوابه شدن در او طرف نگاه کردن خواب کردن نیست، بلکه جوانهایی که میگوید که من یک بار همخوابه میشوم و بعدا دوباره حسیاتم آنقدر بیدار نمیشود، یعنی قوت کرده نمیتوانم. جوانهایی که در جوانی دست به پنجه زنی میشوند، دست به همون 5 به 1، یعنی واضح تر که گویم درچید سوخه میزنند. اینها هنگام آیله‌دار شدن پس از یک لحظه که با همسران خود همخوابه میشوید دیگر دور و دراز کردن نمیتوانید. و هست بعضی جوانهایی که سوال میکنند دژ 1 دقیقه همخوابه کردن نمیتوانم. سبب چیست؟ سبب هنگامی که خود را زود قانع میگردند دیگر واضح‌تر نمیشود. شخصانی که میخواهید، جوانهایی که میخواهید زیاد دور و دراز همخوابه شوید، پس در عین جوانی چیکار کردن لازم است؟ نباید دست به سوخه زدن لازم است، بلکه دست را از این کار دست کشید و از سوخه زدن، یعنی درچ کردن، خود را پرهیز کنید. اگر خواهید که فردا با همسران پاک خود دور و دراز هم خوابه کنید، پس با کار، یعنی هست نفرانی که زمین پابل میکنند و هست نفرانی که دست به کارهای چی میزنند، آنها میتوانند که به ملال آزاد و آرامانه همخوابه شوند. السلام علیکم
و رحمت الله و برکاته.